پس شر محض مقابلش خیر محضه. کسانی که هیچ خیری در زندگیشون نیست، همش شره، همش معصیته، همش جرم و جنایت و ظلم و خودخواهی و تکبر و حسادت و کینه‌ورزی و قتل و کشتار و خونریزی و اعلام جنگ با خدا و خلق خدا. نفس اماره نفسی است که همیشه صاحبشو به معصیت و نافرمانی خداوند چه امر میکنه. اماره صیغه مبالغه است، یعنی بسیار امر کننده صاحب خودش به معصیت، نافرمانی، کفر، شرک، ظلم، فساد. حضرت یوسف علیه السلام بر مبنای تواضعش در مقابل خداوند، نه اینکه حضرت یوسف انسان معصیتکاری بوده و نفسش نفس اماره بوده، در مقابل خداوند نفس خودش رو اماره تلقی میکنه. این یک نوع ادب و تواضع در مقابل خداونده که انسان از خودش راضی نباشه هر چقدر که عبادت داشته باشه. حضرت یوسف میگه که و ما ابرئ نفسی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ابرئ نفسی، من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، به خودم نمره 20 نمیدم مگر اینکه خدا به من نمره 20 بده، خدا منو تبرئه بکنه. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، تأکید میکنه، این حرف توکیده، تأکید میکنه که نفس صاحبشو امر میکنه زیاد به سو، به بدی. الا ما رحم ربی، مگر نفسی که صاحبش خدا بهش رحم کرده باشه، که شیطانش برش تسلط نداشته باشه. شیطان هم اعتراف کرده، گفته هر کسی، من حرفمو میزنم، وسوسمو میکنم، پیاممو میدم، هر کسی تسلیم من شد اون مال منه، هر کسی که از من حرف شنوی کرد اون مال منه، ولی کسانی که به من بهایی نمیدن، ارزشی قائل نیستن، من بر اونها تسلط ندارم. سوال اینجاست، خیلی وقتا ما میگیم ما میخوایم خوب بشیم، شیطان نمیگذاره، اجازه نمیده، شیطان نمیگذاره ما خوب بشیم. به نظر شما این درسته؟ این مقوله چرا درست نیست؟ جوابش حضور شماست الان. یعنی شما الان فکر میکنید شیطان اجازه داده که بیاید شما اینجا؟ چرا شما اینجایید؟ پس این تعبیر درست نیست که شیطان اجازه نمیده، شیطان نمیگذاره. اگر قرار بود شیطان نگذارد امروز نماز عصر شما رو اجازه نمیداد، اگه اجازه شما دست شیطان بود. پس این یک تو دهنی به شیطانه و به کسانی که چه برای این که شانه رو از مسئولیت و بندگی خدا خالی بکنن و هیچ آقا بالا سری حتی اگر خدا باشه و امر خدا باشه نداشته باشن، میگن شیطان نمیذاره، شیطان اجازه نمیده که ما خوب بشیم، ما میخوایم نماز بخونیم، میخوایم روزه بگیریم، میخوایم خیر بکنیم، میخوایم. پس این غلطه. حضور شما الان چه؟ اینی که شیطان کاری نیست، وگرنه کنار پله مسجدی ساده بود، تک تک شما که میخواستی بیاید داخل چه وسوسه میکرد. اما این تعبیر درسته که شیطان دوست نداره ما خوب بشیم، خوشش نمیاد، دلش نمیخواد، این درسته، هیچ موقع نمیخواد، ولی اینکه اجازه نمیده، نمیگذاره، همچه قدرتی نداره. به یک شرط میتونه چه اجازه نده که شما سر به سرش بذارید، شما مطیعش بشید. اگه شما نخواهید مطیعش بشید خب الان نشستید اینجا تو خانه خدا، با وضو نماز عصر هم خوندید، الان هم تفسیر کلام خدا رو دارید گوش میدید. پس اینطوری خودتون رو گول نزنید. انسان میتونه پیروز بشه، انسان میتونه قدم‌های خوب برداره، انسان میتونه موفق بشه. حضرت یوسف میگه و ما ابرئ نفسی، من نفسم رو تبرئه نمی کنم. تواضع و ادب نگاه کن در مقابل خداوند. انسان جایز الخطاست، اما پیامبران معصومن. داستان زلیخا رو میدونید، زلیخا از یوسف خوشش آمد، برده بود، زرخرید بود، رفت تو بازار برده ها، دید که جوان رشیدی هست، نگاهی تو صورتش تو اندامش کرد، خوشش آمد، گفت چقدر زن عزیز مصر بود، پادشاه مصر بود،
چند درهم خیلی پایین و معدود بالاخره یوسف رو خرید آورد تو قصر. دلباخته شد. برای هر یوسفی زلیخایی هست در طول تاریخ و برای هر موسی فرعونی هم هست و برای رسول الله صلی الله علیه وسلم هم چه، و برای هر محمدی هم در هر زمانی کسی که راه محمد رو ادامه بده ابو لهب و ابو جهلی وجود داره. این مسلمه. تا حق است باطل هست، تا باطل هست مبارزه است. شیطان همیشه هست. خوب دقت بکنی، خداوند از شیطان تقاضا کرد که به من اجازه بده عمرمو تمدید بکن تا آخرین لحظه عمر دنیا. خدا تقاضاشو اجابت کرد. خیلی عجیبه، خدا جواب دشمنشو داد و بهش فرصت داد که بندگانشو گمراه بکنه. چطوری من و تو ناامید میشیم دستمون بلند نمی کنیم؟ خدا وقتی به شیطان خواستشو برآورده کرد گفت به من اجازه بده تا بندگان تو گمراه بکنم. گفت این تو، این بندگان من، هر چی میخوای برو بگیر برای خودت. ولی اونهایی که بندگان واقعی منن مکر و نیرنگ تو کارساز نیست. دستتون رو بلند بکنید به درگاه خدا. وقتی خداوند تقاضای شیطان که دشمنشه برآورده کرد، بهش این فرصت داد. اگر شما قدم‌های خوبی بردارید، کارهای خوبی بخواید انجام بدید، از خدا تقاضای کمک بکنید، خدا کمکتون نمی‌کنه. خیلی عجیبه. الا ما رحم ربی، مگر نفسی که چه خدا رحمش بکنه. ان ربی غفور رحیم. رب من غفور رحیم. پس نفس اماره نفسی است که صاحبش رو به شر و بدی و معصیت خدا و نافرمانی امر میکنه. مقابلش چیه؟ نفس مطمئنه. برای نفس مطمئنه خداوند چه آماده کرده بود؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. برای نفس مطمئنه خدا دو چیز آماده کرده بود، یکی بهشتش، جنتش، و یکی چه؟ دیدار خودش در بهشت. اما برای نفس اماره چه آماده کرده؟ وللذین کفروا، در سوره ملک، در سوره تبارک الذی بیده الملک، خداوند گفته وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم. جهنم آماده کرده. جهنم جای دو گروهه، جای مشرکین و کفار و جای منافقینه. منافقین گروهی مسلمان نما در مسلمان ها زندگی میکنن، تو صف نماز هم حاضر میشن، همراه مسلمان ها روزه هم میگیرن، حج هم میرن. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده از دین خارج میشن. میگن منافقین وقتی که عبادت میکنید شما عبادت خودتو در مقابل منافقین کمرنگ میشمارید، ولی از دین خارج میشن همونطوری که تیر از کمان خارج میشه.